سلام و درود دوستان عزیزی. ما اوپل زفیر 2004 چند روز بود میشه که بنزینش کار نمیکنه. من میخوام که فهمم که برای چی بنزینش کار پیش استو الکتریک آوردگی هستیم دوستان. ولی یک تفتیش کرده میبریم. کسانی که همین سیاست و غلطیدگی باشد اگر با نویسید که شما چه خیلی از همین ده انمی کار برآمدید. ولی اولا ما سنجش میکنیم پرداخنیتیلو را پرداخنیتیلوی بنزین همراه استخوان نامشون نمیگیریم. واسه پرداخنیتیلو رو میکنیم که اول ببینیم ای بی چی است. چون سر اول پرداخنیتیل میستد تو اینکه انمون ما بود بنزین اساس برای سوختنش به همین برای چی میگوید، یعنی که محافظت میکند. در زیری رول گیم شیتی و است پرداخنیتیلو، پانل پرداخنیتیلو همونجا حضور میبینیم که چی گپ طور است. بنزین اصلا مثلا گازر چون همین چیز باید داشت باشم و یه چیز نمیشه. ماشینه که گاز یورو 4 دارن حتما ریله در کار است برای گاز بنزین. اینا سوختگی هستن در زیر همین شیت پریبور میستاد. ولی همونجا رو پرورکه میکنن که ببینیم چی گپ کار است. امیدوار هستم که با همه ریله کاری ما بود شود، چون ریله وایاش آب شده رفته است. من برای خاطر گاز و بنزین، برای خاطر بنزین اساس تاک های کار نشده. همینجا تاک میگیره بنزین اساس سموک جواب. البته من از استوها همین چیز درخواست میکنم که همین نوار کنید رفتی کوراتونه خطیسی که پیدا میکنه. شاید در آینده کارم کنید از حساب همین چیز، مثلا پول کار کرده هم میشه، چون بعضی ها کار کرده ایستادن. همون رفتی کوراتون نشان داد. مثل روس ها حاضر اگر در اینترنت زنید کنید برای زبان روسی قطعی همین کار برو را نشان میتید. یکی ما هم توجیه همین کارای کنیم خیلی خوب میشه، چون دیگران نیست گویم از این تجربه شما میآموزند. یک اگر در جاهایی که دوردست میستن نمیتونن پیش استعمالن این چیزا خودشون خودسرانه شاید که راست کردم. طبعا البته رنگ استو نیو به هر حال استو با آوردن در کار، لیکن حالت های میشد که همین خیلی شدنش هم ممکن است. جا استوها الکتریکو هستن در ناحیه مسجد، در همین افتوگزل درآمدگاه افتوگزل و روزهای کاری و از دوشنبه تا روز شنبه کار میکنن. متر 2000 ماشین دون آورده چند تا استوها هستن. خدا خواهد کاراتون بود میکنن. خلاصه استو دردش فهمیدن، دردش خدا خواهد آسان بوده است. همین ریله سوخته است، گاز بنزین هرش یک باره خورده اومده همیشه چند وقت باز ما نفهمیده. خلاصه ریله نو میزنیم انشالله بود دوباره کار شروع میکنیم. خیال میاد ریله نو گرفته بیارم. حضور ما برای سنجش همون مگنیتیکی که 5 سکونت است بنزین و گاز جدا میکند هوای نو کرده سادیم. با بعدا برای شما با مختصرا میگیم که چی گپ شد و یا پریچین اساسی همین بوده است یا اینکه بنزین اساس هم از خود از کار موندگی است. و یه چیز دیگه را گفته گذارم به مانند من هم خیلی بکلاشکی آبداره اگر چی خلوتون کاشونی باشن نمونه در افتابی، چون همین مثل لوپ برین وای میکند. یا چی میگود شوی افتاب داده شاید چیزی نوی سوزاندنش هم ممکن، چون من دیدم یک ویدیو رولی کدوم میکرده است که همین چی خل الکه سوخته است و خیرکی صاحب سر وقتی دیده است. همین چیزا در حال آب پوشیده است که
آتشش خاموش دیگه است. و همون خاطر همین گونه بکلشکار در روی سیریناتون نمونه در افتابی. و نه تنها بکلشکار بلکه این چیزایی که گازناک هستن که آتش انگیز به مانند دوخی قیمت یا که تلفن‌ها رو میمونن در روی ترپه در افتابی، این چیزا باعثی گویم ترکیش میشد. شاید ماشین نابود شدنش هم ممکن است اگر ما دیر فهمیم. همین با این چیزها رو در داخل ماشین موندن کمتر خطرناک است. در حالت بنزین کاری نگوه چراغاش میمرنده، در حالت گاز در چراغاش دگرون میستم. تو کلادو درست که باز جای در بنزین هست. آبی بنزین اساس نبوده است. نه بنزین اساس کار کرده. خدا را شکر میگم که بنزین اساس ما درست بوده است. تنها با همون خاطر پرابلم های بنزین میشد که بنزین اساس دیگر چیزها حتما با الکتریک بیاد. نزد موتوریست البته موتوریست خوب هم هستن، من مخصوصا تنقید نمیکنم، لیکن حتما اول پیشی الکتریک آمدن داره. چون ما اگر سحر استو بنزین اساس ما میکن یک قدر از خود میشه بک میکن. این بک بنزین اساس در داخل بک بوده است، در زیرش بک میکنی و بک بنزین است. بعد بنزین اساس جدا میکنی. با همون خاطر خیلی از خود زیاد میشد. خدا رو شکرگزاری میکنیم که همه ریله بوده است. یعنی که ریله را عوض کردیم کارش منتظم شد. رحمت میگم به استوهای علمین الکتریکایی که در بوستان کار فعالیت میکنن، خصوصا در همین تریتور هفته مقصد. منتداری خودم رو میرسونم و شما نیز میتونید به حاضر آمده در همینجا استوهای خوب هستن. خدا خود استوهای معامله کاراتون برابر میکنن. دوستو خدا یار و مددگاری همگان باشد. الهی هیچ کس ماشینش به همین حالت ها گرفتار نشود. اگر مبادا گرفتار شده باشه شما با مانند ما، حتما در کامنت‌ها نویسید که شما در می ساعت چخیل بر آمده، یعنی که از همین حالت شما چخیل ماشینتون ساز شد یا رس خود کردید مثل من نفهمیده بنزین اساس عوض کرده یا که دیگر و دیگر. باقی خداوند یار و مددگار شما باشه.